بریم کاباره‌های قبل انقلاب. یه زمانی تو همین تهران شباش خیلی شلوغ‌تر از روزا بوده و مردم میرفتن جاهایی که ستاره هاشون مشغول خوندن و رقصیدن بودن و سالن هایی بود پر از آدم هایی که در حال خوشگذرونی بودن و داشتن انرژی خودشون رو خالی میکردن. اینجا حرف کاباره هاست. کاباره ها فقط محل خوشگذرونی نبودن، بلکه قلب تپنده فرهنگ اون زمان ایران بودن. امروز قراره که از کاباره شکوفه نو تا باکارا، از گوگوش، هایده، دلکش تا داریوش داشته باشید. سلام، من حامد عزیزی هستم از رادیو اعماق. امروز همونطور که معلومه قراره که در مورد کاباره ها صحبت کنیم. امروز قراره بعد از سالهای خیلی زیاد بریم چراغ اون کاباره ها رو روشن کنیم و ببینیم که اصلا توی این کاباره ها کیا میخوندن و میرقصیدن و اصلا داخل اون کاباره ها چه شکلی بودن. امروز ورود همه به این کاباره ها آزاده. آماده ای؟ کیا نشستن ببین داشت غلام و آتقی اونجا نشستن، کتی رو یه نفس میره بالا چتی رو ما داشت چاکره هرچی مردیم داشت غلام داشته باش آتقی رو. با هم دیگه چند تا از معروفترین کاباره های تهران دوره پهلوی رو مرور کنیم. اول از همه کاباره شکوفه نو. اوایل کاباره شکوفه نو توی جنوب شهر بود و حمید حجازی اول اینجا رو به صورت یک کافه کوچیک راه انداخت، اما کم کم که بزرگ شد با نگاهی به کاباره های اروپایی و آمریکایی منتقلش کرد به اوایل خیابون کارگر و تبدیل شد به یکی از پرزرق و برق‌ترین و مهمترین کاباره های تهران. ستاره‌هایی مثل صابر آتشین و دخترش فائقه آتشین که همه بهش گوگوش میگفتن بارها روی صحنه شکوفه نو ظاهر شدند. اما اینجا فقط جای آواز و رقص نبود. بعضی‌ها میگفتن تصمیم‌های مهم توی همین سالن‌ها گرفته میشد، جایی که پای مقامات، بازیگرها، خواننده‌ها و حتی سیاستمدارها هم وسط بود. کاباره میامی تو خیابان ولیعصر داخل هتل میامی که امروز به هتل سیمرغ میشناسیمش، اینجا رو محمود قربانی ساخت، کسی که تحصیلاتش هتلداری از آمریکا بود و اومده بود تا استانداردهای جهانی رو بیاره به تهران. کاباره میامی یه جورایی محل رفت و آمد پولدارهای تهران بود. پرده که بالا میرفت، نور که میتابید، صحنه تبدیل میشد به محل اجرای بهترین خواننده‌ها و نوازنده‌ها. هر کسی نمیتونست وارد میامی بشه. اینجا لوکس بود، پرزرق و برق بود و یه جور نماد طبقه بالا. یکی از داستان‌های عاشقانه‌ای که توی این کاباره اتفاق افتاد، آشنایی صاحب کافه یعنی محمود قربانی با گوگوش و ازدواج با اون بوده. محمود رضا پهلوی یعنی برادر شاه به این کاباره رفت آمد می‌کرده و توی یکی از روزهایی که حضور داشته به گوگوش دیکی میندازه و صاحب کافه یعنی محمود قربانی باش درگیر میشه و یک سیلی بهش میزنه و همین باعث میشه که 9 ماه در این کاباره بسته باشه. و حالا کاباره مولن روش توی قلب لاله‌زار، خیابون همیشه روشن اون سالها، این کاباره با الهام از اسم معروف پاریسیش ساخته شد. نورهای قرمز، پرده‌های مخملی و فضایی شبیه پاریس، ولی با حال و هوای تهران. کلی رقصنده داخلی و خارجی و همچنین خواننده‌های مطرح و خوش صدا داخل این کاباره اجرا می‌کردند. رقاصه زیبا سلیمه، بکور، ناموسیقی ایران دلکش، شیدا خواننده نسل جوان، با هنرمندی جمیله ستاره و رقاصه هنرمند سینمای ایران. این کاباره شاهد داستان‌های عشق آدم‌ها هم بوده. محمد کریم ارباب صاحب همین کاباره مولن روش بود که بعدها یکی از همین رقصنده‌ها که گفتن دلش رو برد. جمیله که رقصنده معروف همونجا بود، دل کریم ارباب رو برد و با هم ازدواج کردن. جمیله بعدها تبدیل شد به چهره جنجالی در فضای رقص و نمایش ایران. مولن روش فقط یک کاباره نبود، انگار تکی از اروپا رو آورده بودن وسط لاله‌زار. گل سرزور کاباره ها باکارا توی خیابون ولیعصر درست زیر سینما آفریقا، این کاباره تو سال 1348 تأسیس شد و یکی از ممتازترین و خانوادگی‌ترین کاباره‌های تهران بود. این کاباره برای مهمون‌های ویژه‌اش ورودی متفاوت داشت. البته فقط همین تفاوت رو نداشت و کلی خواننده جدید از این کاباره به ایران معرفی شدند. پرویز حجازی که بیشتر مدیریت شکوفه نو رو هم داشت، اینجا رو اداره می‌کرد
و به خودش لقب صیاد هنرمندان رو میداد، چون استعدادهای تازه کار زیادی رو کشف کرده بود و به ایران معرفی کرده بود. باکاراس ظرفیت حدود 250 نفره داشت و ستاره‌هایی مثل هایده، گوگوش، مهستی، ابی، همیرا، ستار، داریوش و فریدون فرخزاده رو صحنه‌اش داشت. یه ذره عاشقم باش، قده دون ارزم، دلم میخواد که باشی تو مرد خونه من، تو مرد خونه من. نکته جالبش اینجا بود که خیلی از خانواده‌ها به این کاباره میرفتن. فضای شیک، تمیز و با اجرای زنده از معروف‌ترین خواننده‌های زمان خودش. کاباره بعد کوچینی، یه اسم براق و امروزی برای اون دوران. کوچینی تقاطع خیابون کاخ با بولوار الیزابت بود. کوچینی کلاب شبانه برای جوانایی بود که دوست داشتن خواننده‌های محبوبشون رو اونجا ببینن. خواننده‌ای مثل فرهاد و ابی توی همین کاباره محبوب شدن و به شهرت رسیدن. فضاش مدرن بود، لوکس و پرزرق و برق. اونقدری که وقتی واردش می‌شدی انگار پاتو گذاشتی توی یه دنیای دیگه. نورها، میزهای براق، صدای موزیک، همه اینها باعث شده بود که خیلی متفاوت‌تر از بقیه باشه. کوچینی پاتوق جوانهای اون دوران بود، مخصوصاً قشر متوسط رو به بالا که دنبال یه شب شاد و پر جنب و جوش بودن. برخلاف بعضی از کاباره‌های دیگه که اجرای سنتی داشتن، کوچینی حال و هوای دیسکو داشت. جای رقص و پایکوبی و همیشه کلی آدم، پسر و دختر داشتن وسطش میرقصیدن و خیلی زنده‌تر از بقیه کاباره‌ها بود. توی صحنه‌اش خواننده‌ای مثل ابی، داریوش، گوگوش و نوشافرین اجرا داشتن. مطمئنا گروه بلکست رو میشناسید. این گروه هر شب توی کاباره کوچینی اجرا داشتن. آهنگ که شروع میشد سالن میلرزید از هیجان و تشویق. کوچینی اون موقع یه جوری سمبل مدرن بودن بود، جایی که سبک زندگی غربی با شور شرقی قاطی شده بود و شب‌های رنگی داشت شکل می‌گرفت. و حالا بریم سراغ یکی از خاص‌ترین کاباره‌ها، کاباره جزیره. این کاباره وسط دریاچه ساخته شده بود، درست تو دل پارک خرم که امروز بهش پارک ارم میگیم. رحیم علی خرم، همون کسی که این پارک بزرگ رو ساخت، این کاباره رو هم طراحی کرده بود. از بیرون که نگاه می‌کردی یه جزیره وسط آب بود، ولی وقتی وارد می‌شدی همه چیز عوض می‌شد. میزهای گرد دور تا دور سن، چراغ‌هایی که با آرومی کم نور پر نور می‌شدن و صحنه‌ای که پر بود از ستاره‌ها. داریوش، هایده، دلکش، همیرا بارها اینجا اجرا داشتن. صدای هایده وقتی تو فضای باز اون جزیره میپیچید یه چیزی بود شبیه جادو. اما کاباره جزیره فقط به خاطر لوکیشن عجیبش معروف نبود. بالای کاباره تو طبقه دوم گفته میشد که میزهای پوکر و بازی‌های قمار چیده شده بود. ترکیبی از موسیقی، نور، شانس و هیجان. البته توی جزیره همیشه هم خوش نمیگذشت. یه شب تلخ توی این کاباره اتفاق افتاد. اسید پاشی روی داریوش. جالبه بدونی ساختمون این کاباره توی سریال‌هایی مثل شهرزاد، مانکن و قورباغه ازش به عنوان لوکیشن استفاده شده. ولی حیف که چند سال قبل توی آتیش سوخت و بهانه‌ای شد برای تخریبش. ما قبلا توی رادیو اعما یک ویدیو اختصاصی در مورد رحیم علی خرم و پارک خرم ساختیم. اون رو هم میتونید از این لینکی که بالا براتون نمایش داده میشه یا توی کپشن براتون گذاشتیم ببینید. ما سعی کردیم که توی این ویدیو یه سرک بکشیم و یه سفر کوتاهی بریم به اون شب‌های جذاب تهران توی اون زمان. اگه توی مرور این خاطره‌ها لبخندی روی لبت نشست یا یه خاطره‌ای توی ذهنت اومد، با لایک کردنش اون لبخند و انرژی رو ما منتقل کن. یا اگر کاباره‌ای رو میشناسی که ما توی این ویدیو نگفتیم حتما بگو، سعی می‌کنیم تو ویدیوهای بعدی اون رو اسم ببریم و در موردش صحبت کنیم. برای اینکه هیچ کدوم ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندی، سعی کن اول از همه ما رو ساب کنی و زنگوله کنارش رو هم بزنی. اینطوری ویدیوهای بعدی ما رو حتما می‌بینی.